باب دوم، توصیه‌های سحرناکی که کس را از حالت ناآرامی بیرون می‌سازد. همه ما از افتش به دستوری تزمیل احتیاج داریم که امکان دهد از حالت هیجان و تشویش رها شویم. به ما دستور لازم است که حتی مطالعه این کتاب را دوام نداده در رو آن را به عمل تطبیق نماییم. در این حالت اجازه دهید درباره توصیه‌های ویلز کرریر، انجینیر معروفی که به کشفیات اسباب‌های تازه کننده هوا مشغول بود، حکایت کنم. الحال او سروری کورپوریسی کرریر سیراکیوسی شتات نیویورک را به عهده دارد. او به من دستوری خیلی عالی جناب را درباره پشت سر کردن تشویش و هیجان پیشکش نمود. در این باره او شخصا خودش وقتی یک پگاهی در کلوب انجینری نیویورک نهاری می خوردیم حکایت کرد. در جوانی آغاز نمود او: من در کارخانه آهنگری بوفالا شتات نیویورک کار می کردم. از این حساب باید در زواد شیشه برایی پیتسبورگی شتات میسوری اسباب‌های تازه‌کنی گاز را وصل می نمودیم. این زواد میلیون‌ها دلار قیمت داشت. تجهیزاتی که من وصل می نمودم باید گاز را از دیگر پیوستگی‌ها که هنگام سوختن به ماشین‌ها ضرر می آوردند تازه می نمود. این اصولی نو بود. پیشتر هم در این بابت تجربه گذرانده بودند، ولی در دیگر شرایط. در مورد ما باشد هنگام وصل دستگاه یک قطار دشواری‌ها پیدا شدند که ما پیش بینی نکرده بودیم. تجهیزات کار کرد ولی کفالتی به ما در کاری را نداد. از این نتیجه گویا کسی به سر مشتی آبدار کوفته باشد خود را تماما گم کردم. تمامی اعضای بدنم به در درآمد. خوابم گریخت. خیلی عذاب کشیدم. بعد خیلی عذاب کشیدن ها عاقبت عقل سالم غالب آمد و خود به خلاصه آمدم که با خودخوری من یگان پرابلمی را حل کردن نمیتوانم و انا همین وقت دستوری به تشویش و هیجان حل کردن پرابلم ها را کار کرده برآمدم. اینک 30 سال باز این اصول را استفاده میبرم. آن از 3 مرحله عبارت است. خیلی عادی و به همه دسترس می باشد. مرحله یکم، من وضعیت را به یگان هیجان تحلیل نموده حالتی را تصور می کنم که ممکن بود کار از این هم بدتر شود. حالا خیلی خوب است که یگان کس نیتی به محبس کشیدن یا پراندن مرا ندارد. به این پر باور داشتم، ولی احتمالیتی وجود داشت که من وظیفه‌ام را از دست دهم. این چونین کارخانه ما کار را بس کرده از 20,000 دلار محروم شود. مرحله دوم، حالتی از این بدتر را تصور کرده قرار دادم به تقدیر تن دهم. خود به خود گفتم نابرابری به شهرت کسبی من ضرر میرساند. حتی ممکن است وظیفه‌ام را از دست دهم، ولی اگر همین طور هم شود همیشه امکان دارم جای کاری نیابم. آخر امکان داشت کار از این هم بدتر شود. از دیگر طرف قدرتچیان به خاطر تجربه علمی بودن این عمل شاید آن 20,000 دلار را نگیرند. همه این را از دل گذرانیده خود را به دست گرفتم و اندک آرام یافتم و حس نمودم آن روحی آرام و آسایشتگی که چند روز باز از دست داده بودم به تدریج باز پیدا شده ایستاده است. مرحله سوم، از اینجا سر کرده وقت و نیروی خود را برای بهبودی بخشیدن به حالت نامطلوبی که مرا فرا گرفته بود صرف کردن گرفتم. من اکنون کوشش میکردم راهی دریابم تا آن 20,000 دلار را که ما از دست داده ایستاده بودیم جبران شود. چند دیگر گونه‌های نو را روی کاغذ آوردم و حساب کردم که برای تجهیزات علاوگی اگر ما به 5,000 دلار صرف کنیم مشکلی همان پر حل می شود. ما این را به عمل تطبیق نمودیم و فرمه‌مان به جای 20,000 دلار ضرر دیدن 15,000 دلار فایده دید. انیقش اگر سری وقت من از این اسلوب استفاده نمی بردم همان خیل در گرداب واهمه که امکان نداره تمام دقت را به یک نقطه جمع آوری می ایستادم و این کار را هیچ وقت اجرا کرده نمی توانستم. وقتی ما خیالاً خود را در حالتی از هم بدتر تصور می کنیم آن ترس نارفشان دور می گردد
و امکان میابیم خیالمان را به یک نقطه معین جلب نماییم. این واقعه 30 سال پیش به وقوع پیوسته چنان عبرت بخش بود که یک عمر در خاطرم نقش بست و من از آن سبقی عالی جناب گرفتم. در نتیجه حالا قریب که پر از تشویش و اضطراب آزادم. برای چی دستوری ویلیام کریر چنین فایده‌ناک و عملی به حساب می رود؟ تنها از آن خاطر که او ما را از تیرگی ناگزیر که با صد تشویش و هیجان در آن ره گم زده ایم رها می سازد. این اصول به ما امکانیت می دهد که در زمین استوار قدم مانیم. آن را در عمل تطبیق نموده ما اقلاً می دانیم که خود را چطور اداره کنیم. اگر تگی پایمان سخت نباشد مگر ما می توانیم اقلاً راست بایستیم، درباره این یا آن کار اندیشیم و به یگان قرار بیاییم. پروفسور ویلیام جیمز اساسگذار پسیکولوژی عملی اگر زنده می بود و از این اسلوب آگاه می شد آن را حتما قبول می نمود. چرا؟ برای آنکه او مدام به شاگردانش تلقین می ساخت به حالتی به عمل آمده تن دهید. برای آنکه قبول کردن چیزی که الکی روی داده است خود این مرحله اولی پشت سر کردن هر گونه دشواری هاست. این فکر در کتاب معروف لین یوتن مهمات حیات نیز تقویت یافته است. آرامی روحی نوشته است فیلسوف چین در نتیجه تن دادن به حالتی از همه بد به وجود می آید. از جهت پسیکولوژی من گمان می کنم این معنای خرج کردن نیرو را دارد. در حقیقت باشد سخن از طریق نوی بیرون نمودن نیرو می رود. وقتی ما به حالتی از همه بد تن می دهیم آنگاه چیزی بای نمی دهیم، چیزی بای می دادگی هم نداریم. در این حالت منطقاً هم بر می آید که صاحب چیزی نو می شویم. به حالتی از همه بد تن داده به خاطر بیارید که گفته بود ویلیس قریر من در رو به خود آمده آسایش حس کردم. آن از همین لحظه من اکنون امکان داشتم فکر کنم. این عاقلانه است، همین طور نه؟ ولی میلیون ها آدمان حیات خود را از خشم و غضب شدید تلخ کرده و برباد می دهند. برای آنکه به این حالت تن دادن نمی خواهند آنها از تلاش تغییر دادن وضعیت دست می کشند. بجای آنکه برای تغییر حیات خود تلاش کنند آنها به شکایت از تقدیری بد مشغولند. حال آنکه چون این شکایت ها باعث تا رفت بد شدن حالت و به حزن و اندوه گرفتار شدن می گردد. می خواهد که مثال زندگی به حیات تطبیق کردنی فرمولی سحرناک کریر را بیارم. آن را فروشنده سوزشواری مای از نیویورک که در کورس ما تحصیل می کرد حکایه نمود. من قربانی نیرنگ شدم، آغاز نمود او به حکایش. پیش حتی باور نمی کردم که چنین شدنش ممکن است. واقعه این طور رخ داد. در اختیار شرکتی نفتی که من سرورش بودم چند ماشینی بارکش بود که آنها را رانندگان مختلف اداره می کردند. در آن وقتا اپراولینی تنظیم نرخها عمل می کرد و ما می توانستیم که به مقداری خیلی کم به میزاجان بنزین دهیم. من به گوشه خیال هم نمی آوردم که بعضی رانندگان ما میزاجان دائمی ما را فریب داده یک قسم بنزین را به آنها نفروخته به چپ تاپ می دادند. از این نیرنگ غیر قانونی من وقتی آگاه شدم که شخص خودش را نظارتچی دولتی وانمود ساخته به نزد من آمده برای در اطرافی این حادثه ولوله نانگیختن پول طلب کرد. او در دست بابت حل رانندگان حجت هم داشت و گفت که اگر دست به کیسه ناندازم آنها را به پروکورور ناحیه می سپارد. البته این شخصا به من ضرر نداشت ولی می دانستم که موافق قانون فیرما برای عملیات کارگرانش جوابگر می شود. باز اینش هم معلوم بود که اگر کار تا صد رود آبروی کارخانه ما را پست و کارمان را دشوار می سازد. من باشم مدام از کارخانه امان که به آن 24 سال پیش از این پدرم اساس گذاشته بود فخر می کردم. بعد این چنان به هیجان و تهلکه افتادم که 3 شب و روز نه خوابم می برد و نه چیز به دهان گرفته می توانستم. هرچند می اندیشیدم
هیچ به یگان خلاصه انیق آمده نمی توانستم که به این آدم $5,000 پاره دهم یا گویم که گم شود و چی کاری که از دستش می آید کردن گیرد. هیچ به یگان خلاصه انیق آمده نمی توانستم. بعد یک بیگاهی به خواندن کتابچه دیل کرنگی چطور هیجان و استیراب را پشت سر کنیم که هین آموزش به ما داده بودن سر کردم. حکایتی ویلیس کیریر حالتی بدترین را تصور کنید. دقت ما را به خود جلب کرد. آن را مطالعه نموده از خود پرسیدم اگر من به این آدم پول ندهم و این آدم حجتها را به پرکراتور روان سازد، حالتی از همه بد کدام است؟ این سوال چنین جواب داشت: کارخانه من خراب می شود. بله، واقعی از همه بد در این حالت همین بود. به من محبس تهدید می کرد. باز به خود گفتم انا کارخانه من خراب شد. خیالاً به این تن دادم خوش بعد چی می شود؟ وقتی کارخانه من سقوط کرد بیکار می مانم. ولی این کار آنقدر دهشتناکی نیست. من متخصصی خوبی ساحه محصولات نفتیم و چندین فرمه‌های هستند که خرسندانه به کار قبول خواهند کرد. بعد این اندیشه ها خود را بهتر حس نمودم. پرده غفص و غلیظی که 3 شبانه روز بالای دلم را پیچانیده گرفته بود به تدریج تنک و پریشان شد. اکنون من قابلیت داشتم که فکر کنم و تمام فکر و اندیشه هایم را به عملی نمودن مرحله 3 کافتوکاوی حل پرابلمی از وضعیت برآمدن روانه ساختم. به مسئله از دیگر پهلو نزدیک شدم. اگر همه این را به تفصیل به ادوکتم حکایه کنم او علاجش را می یافتگیست. عجایبش آن است که تا وقتی آرام نگرفتم همین فکری عادی هم به سرم نآمد. قرار دادم سر حتما با ادوکت مصلحت میکنم و خوابخانه رفتم. در رفت خوابم برده است و خیلی آرام خوابیدم. خوش، همین این با چی انجامید؟ روز دیگر ادوکت با من مصلحت داد که راست به پرکراتور رفته همه واقعه را طور هست حکایه کنم. راضی شدم. وقتی حکایم را تمام کردم پرکورور برعکس چشم داشت گفت که آن آدم عیار است که خود را نظارتچی دولتی می نامد و در این گرد و اطراف چندین این گونه عملیات ها گذرانیده. حالا از طرف پلیس در کافتوکاو است. بعد 3 شبانه روزی اندیشه رانی شدید درباره آن که به نیرنگ باز $5,000 دهم یا نه، اکنون به حکایه پرکورور خیلی با مراغ گوش می انداختم. این تجربه به من سبق یک عمره داد. حاضر هم اگر دشواری پیدا شود من به این متد که آن را فرمولای موی سفیدی ویلیس کیریر نامیدم رو میارم. تخمینا همان وقت انجینیر کیریر در اطراف تجهیزات گازتازه کنی عذاب داشت. جوانمرد از شهری بروکن باو شتاتی نبراسکا وصیت‌نامه می نوشت. او ارل خینی نام داشت و به زخم روده 12 انگشته گرفتار بود. دکتران مشهور ساحه عضوی حازمه به خلاصه آمدند که دردی او بی‌دواست و نصیحتش دادند که به پرهیز مشغول شده در محیطی آرام زندگی کند. این چنین اشاره هم نمودند که وصیت‌نامه نویسد. تا این وقت بیماری الکی هنی را مجبور نموده بود که از کاری سرمعاشش بس کند. همین طریق او بغیر از انتظار شدن مرگ آهسته آهسته نزدیک شده سادهش دیگر مشغولیت نداشت. اما ارلی هنی این وقت به قرار غیر مقرری می آید. از حیاتم اینقدر کم وقت مانده باشد فکر کرد او از آن بهره بردن لازم. من یک عمر آرزوی سیاحت گرد عالم داشتم. انا همین آرزو را عملی نمودن لازم و به کشتی بلیط خرید. دکتران به دهشت افتادند. ما وظیفه داریم تو را آگاه کنیم. گفتن آنها به جناب هنی اگر به سیاحتی بحر براید مجبوراً مرده‌تان را به بحر پرتایند. نه، هیچ وقت این خیل نمی شود، جواب گرداند او. من با خویش و تبارم گپ زنان کردم. آنها مرا در نزد گذشتگان رحمتیم در قبرستان بروکن باو می گرانند. برای این نیت دارم تابوت خریده با خود بگیرم. او تابوت خرید. با صدارت کشتی گپ زنان کرد که رفت و در راه وفات کند جسمش را در یخدان جای کرده به وطن بیارند و شعر پیری خردمند عمر را
عمری خیام در نظر است. زمزمه کنان به سفر برآمد. هنگام سفر او از چیز رو نمی گرداند. ویسکی می نوشیدم، سیگار می کشیدم نوشته است او. چیزی پیش می آمد می خوردم. حتی از خوراک های سختی توزمیتس ها که از روی گفتی دکترها حتما باید مرا می کشتند رو نمی گرداندم. با ذوق تمام خرسندی می کردیم. طوفان و موجخیزی های عظیم رو از سر می گذرانیدیم. وقتی هند رسیدیم فهمیدم آن تشویش و اضطرابی که من در خانه داشتم در نسبت ناداری و کمبغلی که در شرق می بینم هیچند. بعد این من دیگر از تشویش و اضطراب رها شدم و اکنون خود را خیلی عالی جناب حس می کردم. وقتی به امریکا برگشتم وزنم اکنون از 90 فوند زیاد شده بود. قریب فراموش کرده بودم که زخم روده دارم. در عمرم خود را یگان بار اینقدر بردم حس نمی نمودم. در رفت تابوت را فروخته به کار سر کردم. از همان وقت سر کرده یگان بار بیمار نشدم. وقتی با ارل هنی چون این حادثه روی داده بود او هنوز درباره ویلیس کریر یگان آگاهی نداشت. انا اکنون میفهمم که آن وقت من هم از همین متد استفاده برده بودم. من هم به حالتی بدترین در وضعیت من مرگ تن داده بودم. سپس توسط بهره بردن از حیات در این حالتی کوتاهی که احساس کردم وضعیتم را بسازم. اگر من دوام می‌دهد او در مکتوبش تشویش و هیجانم را ادامه می‌دادم، عمیق بود راه بازگشت را در تابوت طی می‌نمودم. ولی من آرام گرفته از همه چیز فراموش کردم. این آرامی به من نیروی نو بخشید و حیاتم را نجات داد. همین طریق از این متد سحرناک استفاده برده کریر شرطنامه $20,000 را نجات داد. بیزنسمن نیویورک از نیرنگ باز رها خورد. ارل هنی باشد صحت یافت. این متد شاید به شما نیز در حل پرابلم هایتان کمک رساند. بعضی مسئله های حل نشدهتان را حل نماید که میداند. این قاعده دوم. اگر به شما حالتی به تشویش و اضطراب علاقمند روی دهد از توصیه های ویلیس هریر استفاده کنید. از خود بپرسید از آنچه که روی داد حالتی بدترینش کدام است. تیار شوید که به این وضعیت ناگزیر تن دهید. سپس آرامانه اندیشید و عمل کنید که وضعیت را چگونه تغییر دادن ممکن است.